اگر بیکار هستیم و از بیکاری رنج میبریم، این حرف ها را به خاطراتتان بسپارید. آدم علیه السلام پول نداشت، عمر طولانی داشت. نوح علیه السلام پول نداشت، از مکتب فارغ نشده بود، اما عقل و منطق کامل داشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرمایه مادی نداشت، اما 1.5 میلیارد انسان ها بر او درود میفرستند. در بحرها حیواناتی وجود دارند که بیشتر از 1000 تن وزنشان است، اما الله سبحانه و تعالی روزی آنها را در آنجا برایشان میرساند. اگر مشکل داری، مشکلت را به الله بگو. وقتی که الله در قرآن میگه و اذا سألك عبادی انی فانی قریب، من از شارع گردن برای شما نزدیک هستم، پس چرا درد خود را به آن الله نمیگیم؟ آن اللهی که میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، آن قدر من نزدیک هستم که مایه های زیر دریا را صداهایش میشنوم. پس هرگاه به مصیبت بر میخوریم، این کلمات را باید بیاد داشته باشیم، این آیت را باید بیاد داشته باشیم، بگیم انا لله و انا الیه راجعون. هرگاه این حرف را در مصیبت و خوشی گفتی، بدان که رستگار شدی. پس هیچ وقتی دردت را بر کسی قصه نکن و امید دستت را کسی بگیره از او را نداشته باش. همیشه وقت امیدت را به الله بسپار و از الله طلب بکن. آن الله هست که خالق زمین و آسمان هست و از دادن مادیات دنیا و از تو کم نخواهد آورد. پس از الله بطلب. وقتی که الله میگه ای بندگان من از شارع گردن برای شما نزدیک هستم، پس هیچ وقتی امیدت و چشمت بر دیگران نباید باشد که دیگران بیان و دست تو را بگیرن. پس امیدت فقط برای الله باشد و در سختی ها صبر کن، صبر جمیل، که الله سبحانه و تعالی میگه اگر صبر کردین چنین صبر کنیم، فاصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل پیشه کنیم. پس هرگاه مصیبتی برایت پیش آمد، بیکار بودی، پس به الله بسپار و از الله کمک بها. بدون شک الله به سراغت خواهد فرشته و ملکی را فرستاد که همه مشکلات را حل خواهد ساخت. ایمان داشته باش. السلام علیکم و رحمت الله. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что...